ببینید تو این قسمت دوستان عزیز قیر انداخته شده، این طرفش قیر انداخته نشده و هنوز در حال ساخت و ساز است. هم دیوار و هم این طرف دیگه موتر بعضیشون از روی دور میخورن، بعضیشون از روی اینجا فکر کنم کدام جر است که کنده شده که پرکاری میشه، کدام جوی است. او طرفش سمنت انداخته، این طرف نه که وصل میشه به جوی سرک دیمزنگ. میبینین به این لشکر دوستان عزیز فکر کنم اولین ویدیویی است که از این طرف دیمزنگ ما اون طرف میریم. دیگه همیشه که ما وقت دیمزنگ آمدیم از اون طرف آمدیم، منظور می که از طرف سرک دارالمان. این طرف دوباره دوستان عزیز همون کاخ پوسیده و دیگه از بین رفته تقریبا. سلام دوستان عزیز، انشالله که خوب و صحتمند و سرحال و همه تو پر انرژی باشین. دوستان نهایت گرامی، کابل روز به روز شاهد تغییرات جدی و اساسی هست، از جمله می سرک جویشیر و دیمزنگ و می طرفا قسم میبینین تو این قسمت دوستان عزیز قیر انداخته شده، این طرفش قیر انداخته نشده و هنوز در حال ساخت و ساز است. هم دیوار و هم این طرف دیگه موتر بعضیشون از روی دور میخورن، بعضیشون از روی اینجا فکر کنم کدام جر است که کنده شده که پرکاری میشه، کدام جوی است. او طرفش سمنت انداخته، این طرف نه که وصل میشه به جوی سرک دیمزنگ دیگه است. خب کارای انجینرها هستن دیگه، خودشان به حساب میفهمن اون جوی از دوجی از دوستان عزیز. و این طرف هم ریاست ترافیک کابل که قدرش دوستان عزیز در اثر بازسازی سرک تخریب شد و اون دیگه سالم مونده. این بخش دوستان عزیز در اثر بازسازی ریاست ترافیک کابل تخریب شد. میگم نه دوستان عزیز، چهارراهی دیمزنگ کابل ما اون طرف سرک کم دور بخوریم از این خود چهارراهی بهترین جای میشه است که باز موتورها وقت دور خوردنشان بسیار اذیت میکنن. ریاست ترافیک کابل هم اینم تو خوب صحیح بیربار از دوستان عزیز قسمت میبینین. به این لشکر دوستان عزیز فکر کنم اولین ویدیویی است که از این طرف دیمزنگ ما اون طرف میریم. دیگه همیشه که ما وقت دیمزنگ آمدیم از اون طرف آمدیم، منظور می که از طرف سرک دارالمان به این طرف آمدیم. اما این ویدیو دیگه از این طرف گفتم باش که سرک دیگه هم براتون نشان بودم. هفته هم مستقیم پیش روی محمد یگانه دلیلش که ما همیشه رو میایم دوستان عزیز این هفته است که هفته دیگه پیش روی ما بیایه باز تصویر ما رو کاملا از بین میبره. این دوستان عزیز افغان ملیمانه یا قصر ملی افغان که بسیار وقت ما در ویدیو نشانش میدیم، بسیار وقت همونطور که پیچاندگی است از اون وقت تا حالا هیچ تغییرات از بیرون آمده، ما از داخل کار ساخت ساز به شدت جریان داره و دیگه که شاید سال آینده پوره شود، شاید به خاطر از اینکه دوستان بسیار بزرگ است، بسیار زیاد بزرگ است، به مو خاطر کار ساختسازشون 100% طول میکشه. دوستان عزیز شهروالی کابل بسیار کارهای خوبی در کابل انجام داد، از جمله ساخت سرک‌ها، چهارراهی ها و از همین چیزا بسیار کارها را انجام دادن، در تنها در کابل در تمام افغانستان. یکی از مفیدترین کارها که در اواخر انجام شد نصب از اینمی لوحه های شهری از دوستان عزیز قسم در تصویر میبینین. هفته و یک میزن از سیامیین که اون نوشته است پل سرخ، سیراهی علاودین، قصر دارالمان، دیدانا تا دیدانا 7 کیلومتر است، تا قصر دارالمان 5.5 کیلومتر، تا سیراهی علاودین 3 کیلومتر و تا پل سرخ 2 کیلومتر راه است که این واقعا بسیار دوستان عزیز خوب شد. من نظر من که زمین طرف بریم و کاملا مادام روشن میسازه که از کدام را برن از کدام را نه. مثل شاهراه ها، شما اگر در شاهراه ها برین مثلا طرف بامیان
طرف ننگرهار یا مزار در بغل های سرک یا در هر جای لوحه های معلوماتی هست که گفته چقدر راه مونده در همونطور زده میره دیگه که چند کیلومتر تا اینجا چند کیلومتر تا اونجا تا بالاخره که به جایی که برسیم. این طرف هم خانه فرهنگی روسیه است اگر اشتباه نکنم دوستان عزیز، مربوط سفارت روسیه در افغانستان میشه این بخش. این سرک هم دوستان عزیز سرک بزرگ و زیبای دارالمان کابل که یک سرک واقعا دوستان عزیز بسیار عالی و خوبش است. بزرگ است همونطور دوستان عزیز و 4 سرک است دیگه. خوبیش این که هم سرک فرعی داره هم سرک اصلی داره. سرک دیمزنگ هم نمیه آخر همونطور شد از دیمزنگ تا از خود دیگه جوی شیر شروع تا کوته سنگیره دیگه. بسیار عالی شده که هم به ترافیک سهولت ایجاد میکنه، هم به مردم، هم به راننده ها، به همگی. این طرف دوباره دوستان عزیزمو کاخ پوسیده و دیگه از بین رفته تقریبا که استفاده ازش نمیشه. من نمی‌فهمم که چرا تو دیزاین شده. پس چندین بار در کامنت هم هستم پرسیدم کسی جواب نداد دوستان عزیز دیگه. من چی که شما شاید نفهمین که کدام کارخانه شده، چرا استفاده نمیشه، داخلش تغییرات میه. زیاد وقت است که به همین شکل است. این طرف هم مستریاز دوستان عزیز ورکشاپ تکنیکی آتوتیک ورکشاپ و در پهلوش مورد تبدیلی وی آی پیس یک سرای از دیگه. اون طرفش هم کاردان فایبر پلاس امبولانس هم که بسیار عجله داره که انشالله هم خیرتی باشه. کارواش هم مثل اینجا دوستان عزیز یا موترشویی. در پهلوشان یک دونه پی وی سی هم از دوستان عزیز، کتاره ها، کلکین ها و دروازه های پی وی سی که یک از رایج‌ترین کلکین ها و دروازه ها بعد از چوبی است، مردم استفاده نکنند. ساختمان دیگه دوستان عزیز در اون طرف سرک ساخته میشه که بسیار بلند و همونطور جذاب است. منظور از جذابی که دوستان عزیز جلب توجه میکنم. ببینیم که او چی جور میشه و چی جور خواهد شد. پیش روش فعلا پرده هست. تالار مجلل ما دوستان عزیز در تصویر میبینید. خب دوستان عزیز انشالله که از ویدیو خوشتون آمده باشد، ویدیو لذت برده باشین. ویدیو را لایک کنین، در کانال همچنان سابسکرایب کنین تا ویدیوهای بعدی همیتونه به الله متعال پاک و بی‌نیاز می سپارم. روزگار خوب و خوش داشته باشین و در پناه الله متعال باشین. الله حافظ و مددگار همیتان.